مرد حکیم همیشه این گونه دعا میکرد: پروردگارا بر رزق و روزی‌ام برکت عطا کن. شخص از او پرسید: چرا این گونه دعا نمیخوانی که پروردگارا به من رزق و روزی عطا نما؟ مرد حکیم پاسخ داد: رزق و روزی را خداوند برای همه بندگانش کفالت و ضمانت داده است، ولی من از خداوند برکت را در رزق و روزی طلب میکنم. برکت این چیزی است که خداوند به هر کس که بخواهد میدهد. برکت را باید طلب کرد، زیرا اگر خداوند برکت را در پول و مال و ثروت بدهد، آن را زیاد میکند. اگر خداوند برکت را در همسر و فرزند عطا کند، آنها را صالح و سالم میگرداند. اگر خداوند برکت را در جسم و جان ببخشد، سلامتی اش حفظ می شود و با قوت می گردد. اگر خداوند برکت را به عقل عطا کند، آن را با شعور و با معرفت می گرداند. خلاصه اینکه اگر زندگی کسی دارای برکت الهی باشد، آن نفر خوشبخت است. برای به دست آوردن برکت هر کس باید خودش حرکت کند. برکت گنج است که بی رنج به دست نآید.